نظام اسلامی معتقد به کرامت انسان است، انسان به ما هو انسان، نه انسان فلان منطقه، انسان فلان نژاد، انسان فلان رنگ. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. این قرآنه. سیاه منطقه سیاه پوست هم بنی آدم، هیچ فرقی نداره. این منطق تبعیضی که غربی ها این منطق رو به شکل فضاحتباری گسترش دادن و عمل کردن و تا امروز هم دارن ادامه میدن، این منطق 100% ضد قرآن و ضد اسلامه. نظام اسلامی با این مخالف. شما میخواید آمریکا که هنوزه بعد از گذشت چند 200-300 سال 300-400 سال از آغاز ورود غربی ها به آمریکا گذشته، هنوز مسئله تبعیض نژادی در اونجا وجود داره، شما میخواید این رژیم، این نظام با نظام اسلامی مهربان باشه؟ نظام اسلامی مخالفه با این چیز هست.